خط دفاعی، ارسال‌های بلند، پاپی اونجاست، حالا لیموچی، سپاهان، تجربه تو محوطه جریمه، اسدی، کاتبک او، ماردن همونجاست و تیر حالا تور، گل دوم، سپاهان کم نمیاره. زرد طلای اصفهان دوباره میدرخشه تا بازی 2-1 بشه. درگیری هم پیش اومد اونجا. محبی دروازه رو باز کرد و حالا رو به هواداره چادرملوی اردکان این حرکات رو نباید انجام بده و اونها رو نباید تحریک بکنه. 2-1 حساب کار. فوتبال زیبایی رو دیدیم سوای این که چه نتیجه‌ای رقم خورد. قدرت اول کنونی فوتبال ایران تا آخرین لحظه ایستاد. این سر بود از محبی، به تیر خورد توپ، بازگشتش دوباره خودش، با سر نتونست با پا تمومش کرد. 2-1 شد نتیجه این بازی. اینها درس میشه برای چادرملوی اردکان.